با ما به اقلیم هنر و ادبیات سفر کنید. سازمان تلویزیونی سوره. کسایی که اهل ادب بودن، مثل سایه، مثل موشیری، مثل اخوان عاشق این قطعه بود. من فکر میکنم نینوا برای چند نسل میتونه روی ذهن آهنگسازان و خالقین موسیقی تاثیر مثبت بذاره. هر موقع اون قطعه رو میشنون دقیقاً اون فضای نینوا یا کربلا یا به اصطلاح وقایع عاشورا در ذهنشون ایجاد میشه. در حوزه موسیقی مذهبی میتونم به کار نینوای آقای حسین علیزاده اشاره بکنم که واقعا کار ماندگاری بوده، تأثیر قاطعی رو در اذهان عمومی داشته. ما داریم از کارهای عمیق صحبت میکنم. من وقتی از نینوا صحبت میکنم من فکر میکنم نینوا برای چند نسل میتونه روی ذهن آهنگسازان و خالقین موسیقی تاثیر مثبت بذاره. به نظر من خیلی تاثیرگذاره، هم برای جامعه موسیقی کشور تاثیرات مثبت و خوبی داشته و جایگاه ویژه‌ای در اهل فن داره. به نظر من برای مردم و مخاطب تونسته یه حس جاودانه براشون به جا بذاره و هر موقع اون قطعه رو میشنون دقیقاً اون فضای نینوا یا کربلا یا به اصطلاح وقایع عاشورا در ذهنشون ایجاد میشه. من با بغض نینوا رو نوشتم، ولی با بغضی که زندگی توش بود، نه بغض مرگ. من خودم از نینوا درس گرفتم واقعا، چون نینوا بعداً به یک اثر ملی تبدیل شد. بعدها که سالها گذشت و هر کسی با فکر و حتی اعتقادات خودش با نینوا را برقرار کرد، من دیدم که نینوا روایت دل همه است و این دل همه یک چیز مشترک توش هست. خارج از ایران هم خب این قطعه اجرا شده زیاد و شنونده‌های زیاد غیر ایرانی هم اینو شنیدن. اونا هیچ کدوم مسلمان نبودن که فکر کنن که مثلا نینوا یعنی چی، ولی اونا هم یه حسی از این قطعه گرفتن که دور از مفهوم قطعه نبود. اینو یک قطعه کاملا یه حس معنوی ازش میگرفتن. من بدون اینکه آگاهی حتی به مثلا عمیقی داشته باشم به
روایت‌های مذهبی چگونه است که میتونه نینوا شاید خیلی موقع عمیق‌تر از خیلی ابزاری که برای القاء احساسات مردم برای اعتقاداتشون ارائه بشه با زبان موسیقی چگونه این میتونه بشه و نینوا رو اصلا بعضیا گوش کردنش رو ثواب میدونستن. برای من خیلی جالب بود، یعنی من واقعا احساس خوشبختی می‌کردم. در صورت کسایی که اهل ادب بودن مثل سایه، مثل موشیری، اینا وقتی مثل اخوان عاشق این قطعه بود و چقدر منو تشویق کرد. وقتی که این قطعه رو شنیدن انگاری که به من یعنی راه رو برای من باز کردن، یعنی اینقدر پشتیبانی معنوی کردن که من اصلا یه جوری مسئول شدم برای کارهای آینده. از نینوا استفاده خوب و بدم کردن. مثلا هر کی یه فیلمی میساخت، حالا میخواست چاشنی اون فیلم یه ذره، متأسفانه موسیقی فیلم ها خیلی موقع اینجوری استفاده میشه، فیلم وقتی که ضعیفه هی موسیقی رو چاشنیش میکنن که بلکه تاثیرگذار باشه. و حتی خارج از ایران مثلا طرف یه فیلمی ساخته واقعا نه موضوعش ایران بود نه چیزی، که با من تماس میگرفتن که ما میخوایم از این قسمت از این موسیقی استفاده کنیم. نینوا یک یادگاری است و در این حال هر چیزی که جنبه همه‌گیر برای مردم داشت، جنبه ملی داشت، نینوا پخش میشد. در عزا و عروسی مردم انگار یه نقش داشت و یک قصه ای شد همراه با قصه های همه مردم. و هر صورت من با آدم های خیلی خیلی متعصب مذهبی که مخالف موسیقی بودن و طیف دیگه مواجه بودن که به نظرشون نینوا منزه از همه چیز بود. تمهل یا حسین فألف شمس تناديك الوداع بالي حسين شبيب حسين قيامتها على كل